آدم‌ها فکر می‌کنن خیلی خاصن، مثلا ما خاص‌تر از بقیه ایم. نه هنوز به جایی نرسیدی که رشد بکنی تا بفهمی مثلا خاص بودن وجود داره. همه آدما خاصن. فرقش اینه که من ببینم که خاص هستم، من ببینم که توانایی دارم، من ببینم. چرا نمیبینم؟ چون به بقیه بیشتر اعتماد میکنم تا خودم. تو هم زندگی کردی دیگه، تو هم از یک جای مسیر زندگی تو شروع شده، هزاران اتفاق برات افتاده، رابطه ها داشتی، داستان ها داشتی، از دست دادی، رنج کشیدی، از این رنج ها و از این داستان ها اومدی بیرون، در اومدی. ولی داستان زندگی تو مهم نیست؟ صدای تو شنیدنی نیست؟ صدای تو ارزش نداره؟ اول از خودم میپرسم تو چی میخوای؟ تو چی دوست داری؟ حتما نباید نظر من خیلی باحال و کول و خیلی مثلا جذاب به نظر بیاد. مهم اینه که مال من باشه. جذابیتش مهم نیست. به همین که مال منه، چون از مسیر جذاب و یونیک زندگی خودم گرفته شده، این قشنگش میکنه، این متفاوت.